نیمه شب وسط هاگیر واگیر بغض من و گریه های بیوقفه بچک برق کل محلمان رفت. یک آن دنیا آوار شد روی سرم. آخر چه وقت برق رفتن بود؟ حالا چیکار کنم؟ بدون کولر، بدون چراغ، بدون روشنایی، بدون هوا، بدون نفس، بدون اکسیژن. ترس قدیمیم از محیط بسته و تنگ و تاریک کار دستم داد. تا برق رفت حس کردم توی کانال کولر گیر کردم. شروع کردم زار زدن. حق می کردم و می گفتم لباس بپوشیم و برویم توی کوچه. همسر و مامانها چراغ قوه های گوشیشان را روشن کردند و نور تاباندند روی سر و کله‌ام. مثل کارگرهای معدن شده بودم. نور توی چشمهایم بود و هوا نداشتم. مامانها بادم می زدند و من کولی بازی در می آوردم. کولی بازی که دست خودم نبود. دلپیچه گرفته بودم و وسط گریه هی می گفتم چقدر بچه داری سخت است. در آن لحظه های روحانی بچک خواب بود و صدایش در نمی آمد. مطمئن بودم اگر بیدار می شد و جیغ می کشید و شیر می خواست تو سرزنان و پا برهنه می پریدم وسط کوچه و برای همیشه فرار می کردم. آنچه شنیدید برشی بود از کتاب فوت و فن مادری یا میخواهم با بچه خودم بزرگ شوم. من فاطمه ستوده هستم، نویسنده این کتاب. من سال 95 مامان شدم. واقعش بعد از ازدواجم تا وقتی که پسرم به دنیا بیاد 8 سال فاصله بود. من یه جور وسواس کمالگرایی داشتم. فکر میکردم باید تمام کتاب‌های تربیتی دنیا رو بخونم، کلی چیز میز بلد باشم. اما اتفاق عجیبی برای من افتاد. بچه رو که به بغلم دادند من دیدم ازش میترسم. از تک تک انگشتای دست و پاش میترسیدم. حس خیلی عجیبی بود. ترس هام، استراب هام. این کیه؟ این چرا انقدر گریه میکنه؟ این چرا انقدر زشته؟ این چرا انقدر سیاهه؟ حس های متناقض و 30 ثانیه بعد تو چه قشنگی، تو کجا بودی، تو دل من بودی. من دیدم پس اون همه کتاب خوندم، اونا کجا رفت؟ چرا وقتی بچه رو بهم دادن دیدم هیچی بلد نیستم. ما از بیمارستان که اومدیم خونه نگاه کردیم دیدیم که اصلا بلد نیستیم بچه رو عوضش کنیم، نمیدونستیم سر و ته پوشک کدوم وریه. من در عین اینکه داشتم گریه میکردم یهو خندم گرفت. خودم گفتم فاطمه تو یکی از کتاب‌های پرفروش بازار رو ویرایش کردی که درباره کودک و تربیت جنسی، یه فصلش کلا درباره پوشک و پروسه از پوشک گرفتن، چرا هیچ یادت نیست؟ و اونجا بود که فهمیدم اون چه که میخونیم با اون چه که تجربه میکنیم ممکنه خیلی فرق داشته باشه. شروع کردم از حسام به دیگران گفتن. یه وبلاگی رو انداختم و شروع کردم به نوشتن و دیدم این حسام مال خیلی از ساز مادرانه، پس چرا نمیگن؟ چرا هیچکس حرفی ازش نمیزنه؟ چرا کسی نمیگه که از کودکش ترسیده؟ هر چی به ذهنم میومد نوت برمی داشتم. کم کم نگاه کردم که خب بد نیست اینا از لحاظ علمی هم تایید بشه. این دفعه برم دکتر میپرسم و هر بار تو چکاپ های پزشکی سوالاتم مطرح میکردم. کم کم فضولی بیشتری کردم. سرک کشیدم تو سایت هایی که مامان ها توش با هم گپ و گفت داشتن. میدیدم دغدغه مامانا چیه؟ دربارش تحقیق میکردم. مقاله های فارسی و انگلیسی و کتاب های فارسی میخوندم و یهو تصمیم گرفتم که خب خوبه که اینا رو مامانای دیگه هم بدونند. آنچه که براتون گفتم حاصلش شد این مجموعه 2 جلدی فوت و فن مادری. 80% این کار میتونم بگم کاملا مبتنی بر مباحث علمیه و خب چیزی که من مدعیم علمیه باید تایید علمی بگیره. 20% بقیهش از جمله همین چیزی که ابتدای صحبتم براتون خوندم تجربه های شخصی من فاطمه است با کودکم. اون 80% علمی رو من دادم 5 تا پزشک خوندن کتاب رو و تایید علمی دادن. از متخصص اطفال بگیرید تا دندان پزشک اطفال و دکتر زنان و زایمان، دکتر داروساز و حتی از لحاظ واکسن هایی که در وزارت بهداشت هست اینا رو همه رو آپدیت کردم، چیزهایی که اضافه شده و در نهایت کتاب در دیماه 403 به بازار اومد و در فروردین 404 به چاپ دوم رسیده. من در این کتاب تلاش کردم به دغدغه های یک تازه مامان و یک تازه بابا بپردازم. چیزهایی که ممکنه نگرانشون کنه، شادشون کنه، علامت سوال تو ذهنشون باشه و حتی ترغیبشون کنه که برن دنبال سوالشون و به جواب برسن. از اینکه این بچه شبیه کیه تا اینکه مثلا چطوری میشه بچه رو پوشک کرد، اون زردی روزهای نخست تا باورهای خرافه‌ای که دیگران به یک تازه پدر و تازه مادر میگن و ازش انتظار دارن که اونا رو عیناً اجرا کنه و خب در این کتاب کاملا اصالت
به علم و اینکه ببینیم پزشک کودک چی میگه، از باورهای خرافه دوری کنیم، تا مثلا مواردی مثل شیشه شیر چجوری بگیریم، یا کی آیا میتونیم مثلا گوش دخترمون رو سوراخ کنیم یا اصلا این کار رو بکنیم یا نکنیم، مثلا روانشناسا چی میگن، پزشکای اطفال چی میگن، مواردی مثل دلدردهای معمول و مرسوم نوزادی و که چی کار میشه کرد که از این من حالا تو کتابشون گفتم قول رفلاکس، قول کلیک، چجوری میشه از اینها رها شد و چی کار میشه کرد که از 1 سال اول تولد کودکمون بهتر لذت ببریم و مامان و بابای کم دغدغه تر و رهاتری باشیم. ناشر کتاب نشر پنجره است و همین دیگه. الان من راستی یه پسر دیگه هم دارم، ولی برای پسر دومم خودم برگشت به عقب کردم و دوباره این کتاب رو خوندم و میتونم ادعا کنم که کتاب کاربردیه برای مامان‌ها و حتی باباها.